ولی زمانی که امو ودیعت الهی که روح است در وجود انسان از پیش برداشته شد، یک جسدی است که او جسد حتی نزدیکترین و عزیزترین کسش هم نمیخواهد که در بین انسان باشد و جایگاه از اون منزلگاه خفتگان قرارش میتونه و این ترتیب اون طرف میکشونانش. پس خواهر و برادر عزیز و گرامی، ما باید متوجه باشیم که پیغمبر علیه السلام به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده و این منظور در عالم دنیا مبعوث شده بود که مردم را میگفت که ای مردم، ما بشارت دهنده هستم از جانب الله سبحانه و تعالی که اگر شما زندگیتان را بر مسیری که الله سبحانه و تعالی براتان تعیین کرده و اون مسیر چی است؟ مسیری است که بر مبنای قرآن و سنت حضرت رسول علیه السلام برابر میشه. همین مسیر را خدا تعیین کرده. هر کسی که به این مسیر چند بزند وعده خدا حق است. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. هر کسی که اطاعت از الله و رسول بر حقش صلوات الله را روش زندگی خود قرار داد و این اطاعت را بجا کرد، بداند که به سر منزل مقصود و به زندگی جاودانی و به کامیابی حتمی رسید. پس پیامبر علیه السلام بشارت دهنده بود به این منظور که ای مردم، از جانب خدا برگزیده شدیم تا شما مردم را بشارت بدهم که اگر زندگیتان را در چوکاتی که خدا براتان معین کرده در محدوده‌ای که الله براتان تعیین کرده در اون محدوده قرارش بدهید، شما سعادت را حتما در اقتبال خواهید داشت و به سعادت جاودانی و همیشگی حتما رسیدنی هستید. و طبعا خواهر و برادر عزیز، در دنیا ما میتونیم باغ‌ها برای خود بسازیم، خانه‌های مقبول و زیبا بسازیم، هر روز ما در گوشه و کنار به اصلاح بگذرانیم، گاهی در کنج خانه باشیم، گاهی در کنج پارک‌ها باشیم، گاهی در جاهای بسیار خوب و پیشنی باشیم، گاهی از یک گوشه به گوشه دیگر سیر و سیاحت بکنیم، به نحو به اصلاح هر طوری که بخواهیم زندگی خود را بگذاریم میتونیم بگذاریم. اما بعد از مرگ آیا همین شکل میسر است؟ آیا انسانی که فوت شد دیگه بعد از اون میتونه که باز به منزلهای سفر کنه بر حسب اراده و خواهش خود؟ آیا انسان بعد از مرگ خود باز میخواهد با میل خود چیزی که بخواهد در دنیا انجامش داد و در اونجا انجامش بدهد؟ نه خیر. طبعا زندگی دنیا بر میل خود آدم است که چی کنه میسازش، ولی زندگی آخرت چنان نیست. در حقیقت دنیا برادر و خواهر عزیز مزرعه است، کشتزار است که کشتش میکنیم و اولین مرحله حاصل از این کشت خود را ما در خانه تنگ و تاریک برمی‌آوریم. این اولین مرحله است. و اینکه در دنیا ما صاحب اختیار هستیم، چنان صاحب اختیار نیستیم که هر چیز به میل خود بکنیم. اگر ما الحمدلله و المنه ادعای اسلامیتی که داریم بر همین مبنا باقی بمانیم، پس ما آزاد نیستیم. این ادعای نادرسته که امروز در جهان پخش میشود که انسان آزاد آفریده شده و آزادی هر کس تضمین است، هر کس هر چی بخواهد انجامش میدهد. نه خیره، مسلمان قسم نیست. هر چیزی که ما بخوایم انجام داده نمیتونیم. مسلمان معنیش چی است که تسلیم به دستور و اوامر الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی با اقرار یک کس و با اعتقاد یک کس نسبت به ایمان و نسبت به باورهایش به دین مقدس اسلام عزیز یک چوکات را برش ترسیم کرده و میخواهد در اون چوکات زندگی بنده مؤمن قرار بگیرد. از این خاطر از خواهر و برادر عزیز که پروردگار عزوجل برای ما و شما الحمدلله دستاتی باقی مانده و روی از این دستورها است که زندگی ما انشاءالله الرحمن آراسته بگردد، سعادت همیشگی در قبال یک بنده مؤمن خواهد بود. اینجاست که خواهر و برادر عزیز ما از چهار اشکال درست ساخته شدیم. خدای عزوجل با می شکل انسانی که الحمدلله خلق ما کرده و میدونید نقطه اولی که انسان را خلق میکرده چی است؟ او عبارت از آغاز خلقت و بعد از خلقت هایی که امروز از طریق مادران و پدران ازدواج ها و تشکیل خانواده به وجود میآید، همه از اینها را اگر از نظر بگذرانیم یک عالم خلقات درش، ولی فرصت متاسفانه مجال از این نمیدهد که روی هر نقطه گپ بزنیم. اما فقط روی از این پس برمیگردیم که انسان در میان هم مخلوقات الهی الله پاک جو برش چی میگه که ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت بخشیدیم اولاد آدم. پس ما و شما الحمدلله از جمله کسایی هستیم که گویا بنده های بسیار نزدیک و نخبه
بنده های یا بگوییم که مخلوقات فوق العاده نزدیک به پیشگاه رب العزت است. ولی انسان میتونه که چگونه این کرامت را باید نگاه بدارد. پس انسان با این چارشکل درسته که خلق شده، این خداوند میگه که کرامت بخشه. و انسان طبعا صاحب دست و پای است، صاحب چشم و گوشی هست، صاحب قلب و دست و پای است. هر یک از این اندام‌های در وجود انسان به اصطلاح وجود یک انسان را تشکیل میده. اما اینجا می‌بینیم که خواهر و برادر عزیز که هر یک از اعضای وجود بر موجودی که انسان نامیده می شود حق دارد. بر انسان حق دارد. از این خاطر این فرمایش حضرت رسول علیه السلام را وقتی که نظر می‌گذاریم، پیغمبر علیه السلام میگه که و ان لعینک علیک حقا، بدان که از چشم تو بر تو حق وجود دارد. چشم ما بر ما حق دارد. و هر عضو از اعضای وجود را همه میتونیم که هم در جهات مثبت استفاده کنیم و هم در جهات منفی. برای اینکه زندگی وقتی که در آزمون و ابتلا است، معنی از این است که گاهی ما در حال قرار میگیریم که راستی در بندگی از الله سبحانه و تعالی باید استادگی نشان بدیم. گاهی میبینیم که آنقدر وسوسه ها و حیله ها و مکر ها و فساد ها و اصلاح ماحول ما را میپیچاند که خدای نخواسته هر آن هر یک از اینها کوشش میکنه که به نحوی ما را به طرف خود بکشد. پس اینجاست که بیداری بنده مؤمن بکار است. چطور میتونه که از چشم به عنوان یک نعمت الهی حقش ادا بکنه. و ان لعینک علیک حقا. و این فرمایش حضرت رسول علیه السلام خواهر و برادر بسیار عزیز و گرامی با فرمایشات قرآن عظیمشان العیاذ بالله من ذلک کوچکترین تعارض نه، کوچکترین چیزی که ما خلاف فرمایش قرآن در فرمایشات حضرت رسول علیه السلام در صورت که در کتب احادیث توسط بزرگان و علمای و محدثین کرام ثبت شده باشد کوچکترین خلایی را نمی‌دونه. و همین فرمایش پیغمبر علیه السلام را شما ببینید در سوره مبارکه نور پروردگار عزوجل و مردان و زنان مؤمن خطاب میکنه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یغضوا من ابصارهم. نخستین چیزی که پروردگار عزوجل و مردان مؤمن خطاب میکنه که میگه نگاه‌هایشان را باید در کنترل نگاه پایین بیاندازن نگاه‌هایشان. و هذا القیاس بر زنان مؤمن هم صدا میکنه که و کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن تا به آخر آیه. اونها را هم میگه که از نگاه‌هایشان باید متوجه باشند. زن و مرد مؤمن اولین چیزی که پروردگار عزوجل برش خطاب میکنه، البته خطاب‌های زیاد است و این خطاب در این جمعی است که شما نگاه‌هایتون را باید در حیطه کنترلتون داشته باشید. پس میگه که میشه که چشم به جهت مثبت به کار انداخته شود و همین چشم از خدای نخواسته به جهت منفی هم به کار انداخته شود. و از اینجاست که رسول علیه السلام با یه حدیث مبارک میگه که و ان لعینک علیک حق، یعنی تو با صاحب عقل و درایت با استعدادی که داری و همین ما شما میتونیم بسیار ساده فکر بکنیم. هرگاهی که بیبی برادر و خواهر عزیز در یک مسئله قرار میگیریم، مثلا بسیار ساده بگیم از این محیط مسجد شما ببرین درایو میکنه کلگی اکثرا الحمدلله مترابی گپام رایش هستن بیرون شوید از این گیت که بیرون شوید حتما میگه که ما دیگه که باید یک استارت کنیم که دو طرفه سرک عمومی است نشه که یک تصادم برای ما واقع شود. در حقیقت یک کنترل میکنی خدا. عقل بر آدم حکم میکنه که با احتیاط حرکت بکن. اینطور نیست که هر چیزی که میل خودت خواسته باشه فقط میل جولان بده نفست. نه اما زمان چند وقتی ما پیشتر میگی استاپ استان میگی که باید استاپ برای اینکه این قانون برای ما داده شده. و هذا القیاس مسائل دیگه در کبار است. هر یک از اینها برای چی است؟ برای اینکه ما سلامتی وجود خود نگاه کرده باشیم. هذا القیاس برادر و خواهر عزیز در اینجا که رسول علیه السلام میگه که عین شما یا چشم شما بر شما حق دارد، حق از چی است؟ ما از این به جهت مثبت باید استفاده کنیم. چشم یک نعمت الله است. باور بکنید امروز دنیای تکنولوژی در این روزها ما در یکی از چینل‌های تلویزیون آمریکایی یک چیزی را دیدم جالب بوده برای کسایی که کاملا
گویا مادرزاد نابینا هستند، یک سلسله آلات را اختراع کردن